در میدان مرکزی شهر بوستون چکالوفسکی سابق پیکره لنین داهی پرولتاریات جهان را برکندند. این میدان که حالا 850 سالگی مسکو نام دارد بازسازی می‌گردد و جای لنین نشان ملی تاجیکستان قد بالا خواهد کرد. ساکنان شهر بوستون میگویند که کندن پیکره لنین اخیراً انجام گرفته 3-4 کارگر با راهبری یک انژینر یک بیگاه تا نصف شب پیکره را کنده و با یاری یک کران به ماشین بار کردند. به گفته ساکنان، کارگران برچیدن هیکل بازمانده لنین را در شهر بوستون بسیار آهسته و با احتیاط انجام دادند. پیکره لنین از این به بعد به حیث یک نگاره تاریخی در چهارباغ این شهر به معرض تماشا گذاشته خواهد شد. با کندن پیکره لنین بازسازی مرکز شهر بوستون چکالوفسکی سابق شروع شده است. طرح بازسازی تهیه گردیده، طبق آن در جای پیکره لنین نشانی دولتی تاجیکستان با بلندی بیش از 20 متر گذاشته خواهد شد. این پیکره لنین از آخرین مجسمه های بزرگ اساسگذار دولت اتحاد شوروی بود که مرکزهای شهر و ناحیه های ولایت سوخت قد بالا کرده بودند و بعد حدود 13 ساله از بین رفتن شوروی از اکثر کلی آنها نام و نشانه نمانده است. به جای برخی پیکره های لنین در خوجند و اسفره و بوستان پیکره اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان در عصر 10 میلادی و یا نشانی دولتی امروزی تاجیکستان گذاشته شده است. باقی قدرتوف از مسئولان حکومت شهر بوستان و از پیشینه اعضای حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید این نامگذاری احتمال نشانه آرزو و امید حالا تقریبا گسسته کمونیست های شهر بوستان بود که به احیا و شکوفایی دوباره این شهر بنیاد گشته از جانب مسکو در دوران شوروی امید داشتند. او میگوید تا سالهای 2000 تمام کمونیستان که ما در دوشنبه بودن حزب کمونیست و کار میکردن و با امر تقدیر و همین شهر چکالوف کوچیده آمدن هر عید و ایام و اول اینجا به گلگذاره میکردن. سال 2016 میلادی چکالوف با پیشنهاد ساکنان نام تاجیکی بوستان را گرفت.